به نام خدا، کرمی هستم و قسمت ششم سیستم های توزیع شده فصل اول. خب جلسه پیش در رابطه با API Gateway یه صحبتی کردیم و دو تا از مواردی که در صورت نبود API Gateway با اون مواجه میشیم رو خدمتتون ارائه کردم. توی این قسمت میخوایم فوکوس کنیم روی API Gateway و ببینیم که چه چیزهایی رو در واقع حول این API Gateway داریم و اینکه چه مزایایی به ما میده، چه در واقع حالا پترن هایی در حول این موضوع وجود داره. خود بحث Gateway یک پترن، یعنی یکی از پترن هایی که به نوعی توی سورس کد ها هم وجود داره که حالا در واقع به نوعی میشه گفت تحت عنوان پروکسی هم میشناسن، تقریبا شبیه به همون هست که جزء حالا در واقع behavioral design pattern ها هست توی بحث پترن های OOP. اینجا هم در واقع ما یه سری الگوها و یه سری حالا پرینسیپال ها رو داریم توی API Gateway که میخوایم توی این قسمت راجبش صحبت بکنیم. عرضم به خدمتون که خب حالا ما گفتیم که آقا دو تا چیز رو ما توی یعنی در صورت نبود API Gateway از دست میدیم که راجبش صحبت کردیم جلسه پیش که از مهمترین ها بود. اون قسمتی که گفتم راجب اینتگریشن در واقع دیتا یک موضوعی هست، یعنی این خود بحث در واقع API Gateway این بحثی که البته این رو من میارم بهش در واقع میگن API Composition. یه موضوعی که حالا وجود داره این بحث API Composition هست. این روشی که من بیام به دو تا سرویس ریکوست بزنم و این کار الان گیتوی انجام میده. یعنی چی؟ یعنی الان گیتوی من میاد به دوتای این در واقع سرویس ها ریکوست میزنه. خب میذارم اینجا، یعنی الان API Gateway من در واقع میاد برای اینکه مثلا اگریگیت این دیتای دو تا سرویس رو داشته باشه، میاد یه ریکوست میزنه به سرویس یک، ریکوست میزنه به سرویس دو و سرویس دوی من یه در واقع فیلد حالا یه دونه یا چند تا، حالا میگیم یه دونه کالم داره که مثلا فارنکیه، یه کلید خارجیه که انتیتی ما به ازاش توی سرویس یکه و خب اینا دیتابیس خودشون رو دارن. یعنی الان مثلا سرویس یک من این رو در واقع یه ذره بیارم پایین، یعنی الان سرویس در واقع بذارید من یه سری شکلک ها ببینم میتونم، نه تمپلیت نه، اینجا البته قبلا بود ولی خب حالا بله اینجا اگه نگاه کنید این سرویس در واقع البته این نبود، بذارید من اینو بردارم. بله خب این رو هم بکنم 64. یه لحظه اگر تأمل بفرمایید. من عذرخواهی میکنم، اینو یه ذره بیاریم پایین تر. خب اگر اینجا رو ببینید الان یه لحظه
نکته چیه؟ نکته اینه که الان سرویس دیتابیس خودشون رو الان دارن، یعنی الان DB1 و DB2 در واقع اینها اونر، یعنی دیتابیس خودشون رو دارن. DB2 DB1 سرویس 2 من دیتابیس 2 رو داره، سرویس 1 من دیتابیس 1 رو داره. و وقتی من یه دونه ریکوست میزنم به سرویس 1 و سرویس 2، سرویس 2 من رو فرض کنید یک کالمنی داره که یه فارنکیه و انتیتی ما به ازاش توی این دیتابیس 1 توی سرویس 1. خب من نمیتونم فیزیکی بین این دوتا جوین بزنم. یکی از روش‌ها اینه که بیام API کامپوزیشن استفاده کنم، ترکیب دوتا API. به چه شکل؟ مثل این که مثلا من تو حالت عادی دارم میام به دوتا جدول وصل میشم، یعنی به دوتا جدول سلکت میزنم توی در واقع SQL و جوین بینشون برقرار میکنم. این کار رو باید بیام توی گیتوی هم انجام بدم. یعنی چی؟ یعنی گیتوی من یه ریکوست میزنه به سرویس 1، دیتا رو میگیره، کالکشن رو میگیره، حالا پجینیت هم احتمالاً هست، API دوم میره و از سرویس 2 دیتا دوم رو میگیره. حالا میام این مموری جوین میزنن بر اساس اینکه آقا این فارنکیه ربط داره به مثلا فلان انتیتی از سرویس 1. اونایی که با هم ربط دارن رو جوین میزنن و جوین شده رو تحویل کلاینت میدم. کلاینتی که از بیرون به گیتوی من ریکوست داده بود تا اگریگیت این دوتا سرویس رو اطلاعاتش رو داشته باشه. یکی از پترن هایی که توی API گیتوی مورد استفاده قرار میگیره بحث API کامپوزیشن هست که یکی از کارهایی که در واقع گیتوی انجام میده، یکی از وظایفش اگه نگاه کنید من لیست کردم، یعنی باز یه سری وظایف دیگه هم هست. یکیش همین بحث API کامپوزیشنه برای یه همچین چالشی که خدمتتون گفتم. یعنی توی بیس پرکتیس ها ما اینجوری هستیم که هر سرویسی دیتابیس خودش رو داره و وقتی دیتابیس خودشون رو دارن اینجوریه که دیگه فیزیکی نمیشه ریلیشن برقرار کرد. یکی از روش‌هایی که این عدم ریلیشن فیزیکی رو توی کوئری ها برطرف میکنه همین در واقع پترن API کامپوزیشن از الگوهای طراحی معماری سیستم های توزیع شده هست. باقی پترن ها، یعنی باقی الگوهاش رو و کاربردهای گیتوی رو توی قسمت های بعدی با هم بررسی میکنیم.